دوستان نازنین، بازم شما را خوش آمدید میگم به یکی از آشپزی های دیگه ما از چینل H for Cooking. امروز دوستان عزیز برای شما میخوایم یک برانی بانجان خیلی ساده آماده کنم. امیدوار هستم که مورد پسند شما عزیزان قرار بگیره. اولا بانجان سیاه خود باید بشویم به خاطر که میخوایم همراه پوستش پختهش کنم. میبینیم شما دوستان عزیز من میخوایم را بشویم، باید درست پاک شده شود. خب دوستا بانجان سیاه خدا شستم، حالا میخوایم همراه پوستش توتیش کنم و آمادهش بسازم. یک تخته را میگیریم، کارت میگیریم، بانجان سیاه خدا توتا میکنیم. این سرک بانجان سیاه را ازش دور میکنیم، به دو توتا تقسیمش میکنیم، به این شیوه میمانیمش و نازک نازک توتیش میکنیم. قسمت که شما میبینین به این رقم، به این شیوه دوستای عزیز کلی بانجان سیاه خدا توتا میکنیم. خب دوستان شما میبینین من این کلش توتا کردم، میارمش بازم به می جلی بندازمش تا دیگه رویش توتا کنم. همگیش به می قسم ریزه میکنیم. خب دوستان شما میبینین که تمام بانجان سیاه ما توتا شد، هر سیشه به یک سایز برابر یا خورده کوتاه توتیش کردیم. مهم نیست، مثلا این تو باید توتا شوه، آماده شوه. و بعدم دوستای عزیز حالا بالایش نمک اضافه میکنم. دوستای عزیز میبینین شما به این شیوه بالایش نمک اضافه میکنیم تا میگن همین زاره و بانجان سیاه برای. خوب مخلوطش میکنیم که اما نمک ها با تمام بانجان سیاه ما میکس شود. خب دوستان نازنین تمام بانجان سیاه نمک زدم، گرتش کردم. حالی رو به مدت 2 ساعت اما تا میگذارمش تا که خوب او بکشه. باز از اینکه او کشید باز مرحله بعدیش براتون نشان میدم. عزیز 2 ساعت گذاشتم، ببینین او کشید، بانجان سیاه خوب سعی دیگه. حال میگیرم تمام بانجان سیاه را داخل ایر فرای اندازم. دوستان عزیز به خاطر داخل ایر فرای میمانم که سابق دوستا میگرفتیم امرای روغن سرخ میکردیم بانجان سیاه خود به خاطر از یک برانی بسازیمش، اما حال به خاطر از که روغن زیاد جذب نکنه و سی همچنان شوه من داخل ایر فرای میمانمش که تا خوب مثل بریان شدگی واره برایم خوبمتر خشک شوه و بریان شوه تا باز به خیر سره سالن جور کنیم براش. تمام شد داخل ایر فرای چیندم. حالا بسته میکنیم، ایر فرای خود روشن میکنم به درجه 180 درجه روشنش میکنم برای 20 دقیقه. خب دوستای عزیز میبینیم که نتیجهش چی میشه. شما میبینید دوستای عزیز بعد از 14 دقیقه چقدر عالی بانجان ما خشک شده. هنوزم 6 دقیقه دیگه میگذاریمش که خوب دیگه آب که داخل بانجان مونده و همچنان خشک شده. بعد از او باز مرحله بعدی رو انجام میدیم. دوستان وقتش آماده شد، ببینید که چقدر مقبول مثل ازی که در روغن بریان کرده باشین به می شیوه شد. این حالا میگیرم یک دیگه دیگه دوستای عزیز. دوستان دیگه گرفتم، دیگه ناسوس. این حال دیش به یک مقدار روغن اضافه میکنم تا مثلا خود تیار کنیم دیش. دیدین شما دوستان اول این حال میگیریم بانجان سیاهی را که ما در ایر فرای بریان کردیم کلش به این خالی میکنیم. بسم الله. خب کلش انداختیم دوستا. شما میتونین از بانجان می تازه استفاده کنین دوستا عزیز، همین لحظه نه، لیکن بانجان می تازه در دست خود ندارم، از اون سبب من از این بانجان می قوطی استفاده میکنم که خیلی خوشمزه است. بسیار سالند ما را رنگش هم روشن و خوبش جور میکنه. این مکمل اینمی یک قوطی را دمی بانجان سیاه اضافه میکنم. به این طور دوستای عزیز بانجان رو می خود از مکمل قوطیش گرفتم به دیگه بانجان سیاه علاوه کردم. اینا نوبت نمک و کمک مرچ سیاه و بسیار کم گشنیز خشک تایش اضافه میکنم. خب دوستا مسئله خودم برای نمک اضافه کردم، نگفته باید نمانم دوستای عزیز نمک بسیار کم استفاده میکنین. وقتی که بانجان سیاه ما شما نمک زدیم طعم نمک دیش مونده باز شور نشه از پیشتن دیگه. نالی را میمانم به سر دیگ در سر داش میبخشین دوستای عزیز، سر داش میمانم شن با هم میکسش میکنم. بعد از اون میمانیم که خوب سرخ شوه و سر روغن بیاید که این بانجان میام سعی پخته شوه. بعدم دیگه برانی بانجان سیاه ما شما آماده است که باز نتیجه آخرشان براتون نشان میدم.
این هم دوستای نازنین نتیجه نهایی بانجانسی های ما. امیدوار هستم که مورد پسند شما نازنین قرار گرفته باشه. تا برنامه بعدی، تا آشپزی بعدی، شما رو به الله بی‌نیاز میسپارم. اوقات خوش داشته باشید. خداوند نگهدار همه شما.